هنوز از کوچه ها هر دم نفس های پدر جاری است، به چشم خشم زخمش اشک افشار است ای مردم. هنوزم سینه آن رستم دستان ز پشتی سر، به تیغ نابرادر چاک و خونبار است ای مردم. هنوزم گیسوی آن مادری بی سینه و بی سر، پریشان در مسیر باد خونبار است ای مردم. مپنداری برف و بهمن و شب رفته از وادی، برای خوردن ما گور بسیار است ای مردم. اظهار تشکر و قدردانی میکنیم از جناب آقای یاوری و دعا میکنیم که موفق باشد و پایدار. اکنون نوبت میرسد به شخصیت عزیز دیگریمان، جناب حاج آقای دلجو. از ایشان خواهش میکنم که پشت جایگاه تشریف آورد و در این فاصله از شما خواهش میکنم که برای خوشنودی ارواح طیبه شهدای افشار و همه شهدای غرب کابل و در رأس آن رهبر شهید یک صلوات عنایت فرمایید. افشار شد شهید مظلوم ازلا، بریود در غم افشار دیل ازلا. آچول و باکول و خاتون و مردک، زنزاده و کودک و دخترون ازلا. او کس کشته شده ازلا به افشار، اید عدالتنش شهیدون ازلا. دریده کتوک نرغه مسیح، بریده گردون خاتون ازلا. الخ پلخ خیزنه در ارسو و کیچای زخمی و ناتون ازلا. علم مقدمونه آتیش دشمون، علم مقدمونه آتیش دشمون، موسوزه هستی و خرمون ازلا. به نام خدا، درود بر روان پاک شهیدان شاهد زمانه ها از اول تاریخ تا الان، اخصاً شهیدان گلگون کفن کربلای افغانستان، شهدای غرب کابل، شهدای افشار، شهدای بخون خفتی کویته و در راست سالار شهیدان غرب کابل، مزاری کبیر و یاران همرزمش. سروران، عزیزان، خواهران، برادران، سلام و سلامتی ارزانی شما باد. باز هم اینجا گرد هم جمع شده اید تا 21مین سال روز فاجعه نسل کشی افشار را به سوگ می‌رسانیم. فاجعه نسل کشی هزارها در افشار 21 سال قبل توسط جلادان خوناشام شورای نظام، سیاف وهابی و مزدوران داخلیش انوری و موسوی و امثال اینا به وقوع پیوست. جوی از خون جاری شد و انسان هزاره با قتل عام مواجه شد. تا با این قتل عام و گوش جهانیان بخوانند که نسل کشی هزارها در تاریخ دوام داشت. من تشکر میکنم از خواهرانی که در اینجا درباره افشار صحبت کرد و همچنان از جناب آقای یاوری صحبت‌های بسیار جالب و سوزناک و صادقانه با شما داشتم. اجازه بدین که من هم درباره افشار منتها از یک زاویه دیگه صحبت کنم. با او درست این زاویه مظلومیت
شهدای مظلوم افشار را نشان میدن، منتها با زاویه خاص خودش. در طول 20 سال گذشته بعد از قتل عام افشار، متاسفانه افشاریان تنها مظلوم به شهادت نرسید. مظلومیت بیشترشان در این بود که بازماندگان شهدای افشار مظلومیت سرخرنگ افشار را در دنیای و انفسای بی‌همتی و فراموشی سپردند. ما 20 سال گذشته را شاهد بودیم که در سال روز شهادت مظلومانه شهدای افشار، در سر گور خونین شهدای افشار، جز عده معدود از سایر هزاره ها خبری نبود. مخصوصا هزاره های کابل، هزاره های کابل که در مقاومت جانانه غرب کابل با عنوان یک استوانه قوی این مردم در کنار رهبر شهید افتخار آفریده بودند. اما متاسفانه دیر نگذشته بود هنوز که افشار و افشاریان را فراموش کنند. اگر من سال گذشته عرض کردم که اگر هزاره ها با حضور میلیونی که در کابل دارند در سالگرد شهدای افشار در سر گور خونین شهدای افشار جمع شوند، آیا در آینده کسان حزب، قوم، مذهب توان این را خواهد داشت که باز دوباره هزاره ها را درگیر با نسل کشی تاریخی کنند؟ نه. اما متاسفانه جز شمار اندک 200 نفر 300 نفر از بقیه هزاره ها خبر میاد. این نه تنها این عمل هزاره ها یک زمینی تنفس برای جنایتکارا و قاتلان افشار بود که یک بی‌مهری عریان نسبت به مسئولیت سرخرنگ افشار. چطور امکان داره که ما شهدای خونرنگ خود را به باد فراموشی بسپاریم؟ وقتی که بنا به گفته آقای یاوری صاحب که اون مستند به مأخذ معتبر است که 5000 شهید دادم، ما اگر در ارتباط 5000 شهید صرف خانواده شهدا را حساب بکنیم 5 نفر، باید ما امروز 25 حداقل 25,000 نفر سر گور خونین شهدا باید حاضر شوند. اما دلیل که حتی وارثین شهدا را فراموش کرد. اما در سال 21 از سالگرد خونین افشار قضیه تغییر کرد. بدبختانه این مظلومیت مضاعف شد. قبلا صرف شهدای افشار به فراموشی سپرده بود. مظلومیت افشار این بود که وارثین افشاریان را فراموش کرده بود. اما این بار متاسفانه بر علاوه او بی‌مهری مظلومیت دیگه بر مظلومیت سرخ کفنان افشار اضافه شد که او استفاده افزاری از شهدای افشار، او استفاده افزاری از شهدای کجاب دیمرداد بود. نخبگان ما عده فاجعه جنایتبار افشار عنوان قرار دادن. کوچی های جنایتکار که در کجاب دیمرداد جنایت کرده بودن براعت دادن. عده دیگر باز برعکس گفتن چرا شما هی از افشار میگیم مگر کوچی ها جنایت نکردن؟ یعنی به این مانا
که جنایت کوچی ها را در کجا و بیسود عنوان قرار داده، جنایتکاران افشار را براعت بده. این معنای چیه؟ معنای چیه؟ که این مجموعه به طرفداری از احمد و محمود، به طرفداری از اشرف غنی احمدزی و عبدالله استفاده ابزاری از شهدای مظلوم افشار کرده و این بسیار درد بزرگ و این ننگ بزرگ است بر دامن کسانی که ادعای نخبگی و روشنفکری در بین جامعه از آن شد و این در استخوان‌های پوسیده شهدای افشار را لرزاند. خب شاید کسی در اینجا یا مثل کونام توجیهشان نیست که در سیاست دوستی و دشمنی ثابت نیست. خب ما این را قبول داریم. اتفاقا رهبر شهید در زمان خود بعد از فاجعه افشار در دولت ربانی، زمانی که به خواستای حزب وحدت تن داد، شریک شد. آقای خلیلی، آقای بلاغی صاحب و یک مجمع را به عنوان وزیران خود در کابینه فرستاد، اما همزمان به این از فاجعه افشار یاد کرد، سالگرد افشار را گرفت و اعلان کرد که بازگویی حوادث دردناک گذشته به معنی دشمنی نیست. اگر این به این معنا باشه، خب ما یک قوم مظلوم و زجر کشیده هستیم، پس از تاریخ گذشته هیچ نگوییم. حالا بس اینجاست. وابستگی سیاسی، تفاهم، ائتلاف یک مسئله است، اما یادآوری از شهدای افشار، محکوم کردن جانیان افشار و جانیان کوچی و جانیان یکاولنگ و مزار شریف و بامیان چیز دیگه است. چرا این دوتا با هم قاطی میشه؟ مسئله دیگه، باز ما از همون طرف از اونا قبول میکنیم قاعده بازی دموکراتیک ایجاب میکنن که در بازی نفسگیر سیاسی هزارها شرکت کنن. قبول. اما دو مسئله. مسئله اول، الفبای سیاست این رو برای ما میگن که وارد شدن در بازی قدرت میخوان. اونایی که دم از شرکت در قدرت میزنن از بین هزارها با کدام قدرت نرم افزاری و سخت افزاری جامعه هزاره میره دست برادری و طرف دیگر دراز میکنه. از موضع 6 7 10 20 پارچه شدن میگه موضع قدرت نیست. عرض کردم الفبای بازی سیاسی نیست که وارد شدن در بازی قدرت میخواد. خب هزاره در میخواد در بازی قدرت شریک شود، در قدم اول تلاش کنند که رای و اراده جامعه هزاره را متراکم و مدیریت کنند. از موضع واحد و قدرتمند دست دوستی به طرف هر منبع و مجموعی که باشه دراز کنند. نه ای که عده در حاشیه قدرت پشتونها، عده در حاشیه قدرت تاجیکا بره فریاد هلمن مبارز بده و بگوید که منم آن که رستم بود پهلوان. دومین مسئله در ارتباط بازی سیاسی، قاعده دموکراتیک بازی ایجاب میکنه که در بازی نفسگیر سیاسی تمام کسانی که کاندید ریاست جمهوری است و یا حتی در راس حکومت هستند مجبورن که به حقوق بشر، حقوق شهروندی و مناسبات دموکراتیک الزام داشته باشند و خود را ملزم به رعایت این مسائل بدانند. حالا اگر دکتر عبدالله خودم کاندید میکنه و معتقد به قاعده بازی دموکراتیک، قبل از او این باید خودشو و قول اینا کلین کنه، صاف کنه، موضعش نسبت به گذشته، نسبت به جنایتی که صورت گرفته مشخص کنه. حداقل کاری که میتونه
که اظهار براعت از جنایت گذشته بکنن. کاری که در آلمان کردن آلمانی ها، در ایتالیا کردن و در اینجا استرالیا کردن. فقط از بازماندگان شهدا معذرت بخواهند. آیا این کار کردن؟ اگر اشرف غنی احمدزی میآید ادعای ریاست جمهوری در سر داره، کوچکترین کاری که میکنه در قدم ایه که از جنایات سازمان یافته عبدالرحمن بر علیه هزاره ها براعت بخواهد. بر از این خوب اینا میخواهید رای هزاره رو بگیرن و بسیار طبیعی اگر رای هزاره ها را کار دارن باید از جنایاتی که گذشتگانشان بر علیه هزاره ها کردن 62% نیروی انسانی هزاره ها را قتل عام کردن معذرت بخواهد. و بسیار طبیعی اگر رای ازبک ها را قبول دارن خواهان رای ازبک هاست، اگر همچنان رای تاجیک هاست، دقیقا همین کار را باید با اونا بکنه. از اعمال گذشتگانش معذرت بخواهد. مثلا از اعمال محمد گل مومن در صفات شمال و از سیاست کوچ اجباری و ناقلین معذرت بخواهد. از اعمال کوچی ها در 20 دایمرداد معذرت بخواهد. او زمان است که شامل قاعده بازی دموکراتیک میشه و صلاحیتی رو پیدا میکنه که در این بازی شرکت کنه و دارندم و عنوان یک دموکرات وظیفه انجام بده. مسئله دیگه که در اینجا مطرح است مسئله عدالت اجتماعی است. خب یک واقعیت است که رهبر شهید منادی عدالت اجتماعی در افغانستان. خب عدالت اجتماعی که ما می‌خواهیم به این معنی است که حاکمیت در جامعه افغانستان با وجود بیاید که تمام مردم افغانستان اراده و رأیشان در ساختار این حاکمیت شریک باشند و این زمان میسر است که مبتنی بر تناسب نفوذ هر قوم نخبگان امو جامعه در ساختار حاکمیت شریک باشند، مشارکت عادلانه سیاسی و او زمان است که در عدالت اجتماعی تامین میشه. نه ای که از بی‌عدالتی دم بزنه بعداً بگه چرا در اینجا تعادل نیست، در حالی که زندان ها مملوست بیشتر از 90% وابستگان به یک زبان. چرا خانه های 90% یک مجموعه خاص بمباران میشه؟ پس این تعادل نیست، عدالت نیست. خب برای از اینکه عدالت اجرا شود تعداد از هزاره ها، تعداد از ازبک ها، تعداد از تاجیک ها، بلوچ ها و اینا رو بر اساس تناسب کمی نفوذشان در زندان بندازیم تا عدالت برقرار شد. و همچنان خانه های هزاره ها، ازبک ها و سایر اقوام نیز بمباران کنیم تا عدالت برقرار شد. اما بس اینجاست که هر چرا از خود یک برای دارن. ببخشید هر چرا از خود یک برای دارن. چرا خانه های هزاره را ویران کنن؟ برای چیست؟ چرا خانه های تاجیک ها و ازبک ها را ویران کنن؟ چرا هزاره ازبک ها و تاجیک ها را در زندان بردن؟ برای چی؟ اینجاست که آقای اشرف غنی احمدزی جواب برای چرا نداره. به خاطر چی؟ به خاطر که اینا صلح پاسداری میکنن، به خاطر که مناطقش امنیته، به خاطر که با ترور و تریاک و انتحار آشنایی ندارن. اما اگر بگید چرا هلمند بمبارد میکنن؟ برایش مشخصه. به خاطر انتحار، ترور، تریاک، القاعده و طالب. به این اساس است متاسفانه ما درگیر با یک وضعیت بسیار ناهنجار در این سالگرد افشار شدیم. مظلومیت افشار مضاعفتر از گذشته شد. هزاره ها درگیر با ضعف حافظه تاریخی باز افشار را فراموش کردند. امیدوارم روز برسد که جوانای این قوم با درک همین معضل اساسی که فراموش کردن تاریخ ما یعنی کش کردن و سرنوشت ما و نابودی آینده ما خواهد. به امید آن روز که ما همه با هم از تمام مظلومان و شهدای خویش یاد کنیم و خاطره آنها را نه تنها در ذهنمان که در خاطره زمان حق کنیم. صلوات عنایت فرمایید.
باز دست آشنای غارت گلزار کرد، آتشی را در بساط گلشن ایثار کرد. باد تند بر بهار آرزو یازید دست، وحشتی پاییز را با فتنه تکرار کرد. اظهار تشکر و سپاس میکنم از جناب حاج آقای بنجو که با صحبت‌های مفید و شیرینشان ما را مستفید ساخت. بنا بود که ختم مجلس با دعای خیر جناب آقای طاهری باشد که متاسفانه ایشان که معلوم میشه تشریف نیاورده و لذا به جای ایشان از دوست عزیز جناب آقای علیزاده خواهش میکنیم که با صحبت و دعای خیرشان مجلس ما را ختم ببخشند. تا تشریف آوریشان یک بار دیگر بر روح پرفتوح همه شهدا صلوات عنایت فرمایید. برای شادی ارواح طیبه شهدای عزیز مردم ما در افشار که قلب زخمی در تاریخ ماست و همچنین شهدای دیگر غرب کابل، شهدای مزار شریف، شهدای بامیان، یکاولنگ، شهدای بیسود و گرزگان و همه شهدای وطن ما و مخصوصاً رهبر شهید ما بابا مزاری و همچنان به ارواح طیبه شهدای عزیز اسلام از صدر تا کنون یک صلوات بلند محمدی. چون قرار نبود من بخش از برنامه باشم به این خاطر احترام میگذارم. من صحبتی ندارم. از آقای دانش متاسفانه خواهش کردم که دعا کند، حاضر نشدن. فکر میکنم که مجلس ما کافی است و همین حد من فقط یک دعا میکنم و مجلس ما را به پایان میبریم. اللهم صل علی محمد و آل محمد اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. یا حامد به حق محمد، یا عالی به حق علی، یا فاطر به حق فاطمه، یا قدیم ذی الاحسان به حق الحسن، یا محسن به حق الحسین. خدایا گناهان ما را بیامرز، اموات و گذشتگان ما را غریق رحمت خویش بگردان، قبر آنها را روز من ریاض الجنه بگردان، شهدای ما را مشمول رحمت خویش بگردان، یاد و خاطره و راه و آرمان آنها را برای همیشه زنده جاوید بدار. خدایا ما را از پیروان راستین اسلام قرار بده. خدایا ما را از بازماندگان راستین افشار قرار بده. خدایا دلهای ما را از خاطرات افشار و از زخم افشار برای همیشه در زندگی ما به آن گونه که ضرورت است خالی مگردان. خدایا افشار و افشاریان و شهدای افشار را از خاطره تاریخ دور نساز. خدایا آنچه گفتیم و نگفتیم ما فی ضمیر دلها خودت هستی. خدایا حاجات مشروعی این جمع را برآورده با خیر بگردان. مسافرین ما را سالم و غانم به منزلشان برسان. مریض و مریضه ما را شفای عاجل عنایت بفرما. اون جمع از برادرانی که در حالت بی سرنوشتی مطلق در استرالیا به سر میبرند، خدایا یک راه گشای به سرنوشت اینها بگشا. اللهم اقض حوائجنا الشرعیه ظاهریه و الباطنیه دنیویه و الاخرویه
بحق محمد وآله خير البرية وبلغ إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات ثواب السورة المباركة الفاتحة مع الإخلاص والصلوات.